سلام مجدد میکنیم. این دفعه دوباره مهمون خونه‌هاتونیم، ولی این دفعه با کیبورده و تشخیص خیلی آسان‌تر میشه. دیگه با گیتار نیستش که آکورد بزنیم، هیچی اصلا نتونیم تشخیص بدیم. حالا نوازنده اونجا نشسته، شما هم سعی کنین که حدستون رو بزنید. ما یه فرصتی به خود بیننده ها میدیم که حدسشون رو بزنن، یعنی فوری نگیم که آهنگ چی هست کدوم. آره واقعا. خب ولی آره با آکورد با یعنی کیبورد خیلی خوب میشه بهتون، چون هم ملودی رو داریم هم آکورد. برای شروع یا یه دونه ساده تره باید تو آره شادمهر بود. باید تو رو پیدا کنم دیگه. آخرش احساس میکنم رفتم. آره یه ذره داشت چیز میشد، سیاوش قمیشی میشد آخرش. خوبه که آدم حسود نباشه. خب آهنگ قضاوت رو شراره این شراره رو برو که ما برای شما ندونیم. نه ما نمیدونیم. میدونیم آقا مثلا میدونیم ولی شراره باشه. بزنیم اون بکول برقصیم حال کنیم. بلد نیستم آخه. یعنی خیلی ساده است. اول میذاریم و شروع کنیم. آهنگو نسوزونیم. ببین برنامه رو من شراره کجا بیارم برام نمیدونم چرا رو شراره حساسه. امپورن بریم یکی. آفرین. از امپورن. این گفتی امپورن یا لیست خواهد. بابا یعنی می‌خواستی بزنی الان؟ یه هوی مثلا رنگین کمونه رو بزن. حالا این یه ساده‌تر. یه ساده‌تر. اردک تک اردک تک اردک چقدر خوبه. بعد بچه‌هام شاد میشه. این آهنگ من آره حتی میگفتن اینو سیاوش قمیشی به امپورن کمک کرد تو ساخت اینو اردک تک تنظیم کننده بود. برقشو بزنم میفهمم. نمیدونم آقا. یه بار دیگه. نه ادامه‌شو برو نمیفهمم. نه میفهمیم. آها. چرا الان یه چیزایی داری یادمون میاد. بانو مرجان؟ بانو محترم مرجان. چه بانویی این آهنگ رفتی و بی تو دلم پر درده مرجان. چقدر زیبا بود. زنده یاد مرجان. نه زنده است مرجان یه 2 سالی هست که فکر کنم به رحمت ولی زنده است. میگه شهیدان زندان الله اکبر. نمیزنه آهنگ خارجیه. این برای چیزه گیم آف ترونزه. آره آفرین. آهنگساز ایرانی آهنگ اصیل ایرانی جواد داره. آقا مثلا جشن شادی عروسی اینطوری بزن. اگر جواد بری خوبه. مسابقه رو خراب نکن. آخ شما بفرما. ابیه؟ نه خیر. شادمهر نه؟ آفرین. تو همونی که میگفتی. خود آلبوم آدم و هوای خدا بیامرز شادمهره. باورم نمیشه دست توی دست من نباشه رو در و دیوار خونه. بعدش میگه یکی بهترین آهنگای شادمهره که بعد آخرین آلبوم که خوند رفت. چه رفته؟ با چشمای گریون. تا حالا کدوما رو گفتیم؟ حامد همه رو گفتیم. نمیدونیم فقط داریم چو؟ ها اونش فکر نکنیم ما فقط خانم فائقه آتشین. این آهنگا رو می‌دونی داریم حفظ نیستیم. برای یه که وسطش اونجا میگفتی بی تو هیچ هم با من بمون عزیزم. نباشی من نمیشم گل بی گلدون نمیشم. دقیقش هم بریم از اول پس. حالا یا آهنگ دیگه ساده میزنم دیگه. ساده نمیدونم چیه ولی نه وایسا
این چی داره داره؟ پشت این دیوار سنگین بخون یه خورده که یه پنجره نشسته، نه اینجوری پشت اون پنجره پیداست خونه خیلی تو شاید شاید اون اشتباه میخونده تا الان. حالا یه آهنگ دیگه یه آهنگ شاد بندری. آهنگ بندری بلدی؟ وای این آرشه ولی اون یه آرش دیگه است. ای جانم یادم اولین لحظه دیدار قسم خوردیم برای هم بشین ولی کم شدم عاشق رفتی آز نوازش نوازنده منو هم گرفت آقا یه مثلا اگه آهنگ بعدی رو بفهمیم نوازنده باید برقصه و خیلی سخت بزنه که مثلا ما نوازنده مگه چیز کاباره‌ایه بلا نسبت نوازنده حرمت داره نه حرمت لذت. داره. یه آهنگ دیدیم مثلا صدا وقت برنامه تموم بشه همونه. به هر حال اینم یه برنامه‌ای بود که باید تموم شد. میدونم خوشحال بودیم، خندیدید، حال کردیم دور همین، ولی اتفاقایی که پیش میاد و باید قبول کنیم هر اتمامی رو. و از همین تریبون میخوام بهتون بگم که زود دوباره مهمون خونه‌هاتون میشیم. حالا معلوم نیست ویدیو بعدی چی باشه، ولی 100% موضوع جذاب و دیدنی داره. برمیگرده خیلی